چجوری فرم صورتم رو تشخیص بدم؟ مرحله اول اندازه‌گیری عرض پیشانی. مرحله دوم اندازه‌گیری فاصله بین گونه ها. مرحله سوم اندازه‌گیری قسمت خارجی فک ضرب در 2. و مرحله آخر اندازه‌گیری طول صورت. بعد از اینکه این 4 قسمت رو اندازه‌گیری کردیم به اشکال زیر میرسیم و اندازه مشخص شده رو به دست میاریم. اشکالی مثل مستطیل، مربع، مثلث، قلبی، دایره الماسی و بیضی. تا آخر این ویدیو من همراه باش تا فرم صورت تو بهت بگم. فرم صورت اول، فرم صورت مربع. اختلاف بین 4 قسمت ناچیزه و هر 4 قسمت یه جورایی با هم برابرن. فرم صورت دوم، فرم صورت مستطیل. اندازه طول صورت از بقیه قسمت‌های صورت، یعنی 3 قسمت دیگه، یه مقداری بیشتره. بقیه قسمت‌ها هم اختلاف خیلی کمی با هم دارن. فرم صورت بعدی فرم صورت دایره هستش. تو این فرم صورت اندازه طول صورت برابر با اندازه عرض گونه ها و اندازه عرض پیشونی برابر با اندازه خط فک هستش. نکته مهم اینجاست که اندازه تک تک اجزای صورت رو که مشخص کردیم بایستی به صورت دقیق گرفته بشه. فرم صورت بعدی فرم صورت الماسی شکل هستش. در این فرم صورت بیشترین اندازه مربوط به طول صورت هستش و بعد به ترتیب عرض گونه ها، عرض پیشانی و اندازه عرض چانه. تا اینجا که اومدیم فرم صورت تو چه شکلیه؟ تو کامنت ها بهم بگو. فرم صورت بعدی فرم صورت قلبی شکل هستش. در این فرم صورت بیشترین اندازه مربوط به عرض پیشانی هستش و بعد به ترتیب اندازه عرض گونه ها، اندازه عرض چانه و در فرم صورت قلبی با طول صورت کاری نداریم. سوالی که میپرسین شما اینه که فرم صورت تو انتخاب مدل تاثیر داره؟ بله. فرم صورت بعدی فرم صورت مثلث هستش. در این فرم صورت بیشترین اندازه مربوط به عرض چونه می باشد و بعد به ترتیب اندازه عرض گونه ها، اندازه عرض پیشانی و در فرم صورت مثلث هم با طول صورت کاری نداریم. اگر توجه کرده باشین در فرم صورت های قلبی شکل و فرم صورت های مثلث ما با اندازه طول صورت کاری نداریم. فرم صورت بعدی فرم صورت بیضی شکل هستش. اندازه طول صورت از اندازه عرض گونه ها بیشتره و اندازه عرض پیشونی از خط فک بیشتره. این توضیحات ساده و کاملا کاربردی در مورد نحوه تشخیص فرم صورت بودش که ما تو این ویدیو بررسی کردیم. برای اینکه مدل موهای مناسب هر فرم صورت رو بدونین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما کانال رو سابسکرایب کنید، عضو کانال شین که ویدیو بعدی رو از دست ندین و به محض آپلود ویدیوی جدید بعد از اینکه زنگوله رو فعال کردین ویدیو به دستتون برسه و تحلیل های مدل موهای ترند رو متناسب با فرم صورتتون داشته باشین. ارادت، امیر معریف.